خب دوستان عزیز، یک پیام دیگر میخواستم برای مردمان از افغانستان برسانم که برای من خیلی زیاد پیام روان میکنن، زنگ میزنن. متاسفانه به زنگاتون جواب دادن نمیتونم. پیام هاتم از حد زیاد از من رسیدگی کرده نمیتونم و با کی توانستم حتما نوشته میکنم. و یک گفتنی هستم که با پیروان من هستید، خیلی زیاد از افغانستان هستن. بسیار خوشحال شدم از دستگیری شما، بسیار خوشحال شدم. البته که شما بیگانه نیستید. با من یک کسی یک چی گویم، یک کامنت گذاشته بود. خب در اونجا نوشته بود که من در همین کامنت، در همین ایزاح بسیار استاد شدم. نوشته بود که خواهر عزیز، شما رو ما در دل ما نزدیک گرفتیم. مثلا بسیار چیزای گرم نوشته کرده بودم، بسیار چیزای نقص، یعنی خوب خیلی زیاد بود. یعنی یک پیام دیگرش بود که درباره اون بسیار فکر کردم. نوشته بود که لطفا برای ما یک نوار گیرید که ما دانیم که ما یکه نیستیم در این کشوری که فقط غم و اندوه هست. ما میخواستیم از شما چیزای خوبی بشنویم. یکمش گفتنی هستم که هیچ وقت شما یکه نیستید. یعنی ما بر این جوانان، ما بر این جوان مرد و جوان زنانی که در اروپا هستن دائم برای افغانستان خیلی زیاد کوشش ها میکنیم. انا تا الان هنوزم یک ارگانیزاسیون است، یک همیتو جماعتی است که همه جمع میشود، رایگان کمک میکند به کشورهایی که جنگ است، یا که به همونایی که افغانستانیایی که در گرجستان می چی میگن، گریکلند، در همون کشور در بند مانده، نمیتونن ترکیه هم برون، نمیتونن پس کشورشون برون. ما برای اونو لباس روان میکنیم، برای اونو خوراکی چیزا روان میکنیم. مقصد از طرف همین میتونم کمکشان کنم. مثال باز در همین کشور آلمانم از دستم چقدر بیاید برای مردمان افغانستان رایگان ترجمانی بمیروم. از اونو پول نمیگیرم. مثلا ممکن است که 20% ترجمانم باید بگیرم، قانونش است. خودشون نتیانم نمیگیرم، تیانم نمیگیرم، دادارشو که سخت است بازم نمیگیرم، به خاطر که این کمک میشود، به خاطر که این برای خدا ثواب میشود. چون که مردمان افغانستان برای ما بیگانه نیستند. متاسفانه نه هر جوانی که امروز در کشورهای ما بزرگ میشود درباره این میداند که ما در گذشته یک خون بودیم، برادران خواهران بودیم. متاسفانه نمیدانند و همین خاطر در نظرشون که کلا در افغانستان هیچ فارسی نمیفهمن. من خودم نمیدانستم تا که 18 ساله و 20 ساله نمیشده بودم، مثلا نمیدانستم که افغانستان به فارسی گپ میزنن، که کلا تاجیک است یا نیست. یک مرد بود از مزار شریف می اومد با ما تیکه میفروخت، شاید یک روز نوار منو ببینن. بسیار یک جوان مرد خوبی، زیاد ما تیکه می خریدیم، قریب هر سال می اومدن. خب همین میدونستیم که میگفتیم ای تو با تاجیکی گپ میزنید؟ میگفتیم. اون مرد که میگفت بله من تاجیکی میفهمم، همون فارسی دیگه. و همین خاطر چی گفتم دیگه، افغانستان چه جای بیگانه نیست برای ما. لطفاً برای شما گفتنی هستم که تحلیل هایی که من تا امروز کرده میروم که طولانی قریب 10 سال میشود، اگر که در افغانستان خود شما بلند شده یگام کاری نکنید، هیچ کدوم کشوری برای شما کمک کرده نمیتواند. حتی ما که از همین جایی که کوشش میکنیم، حتی روزی شده است که کلانتری همین جماعت های کلان هستن، آلمانی ها هستن، از دیگر جای پرسون کردیم دهانکی که آیا ما میشود با مردم ها دیرک کمک کنیم، با همون کسانی که میشناسیم پول یا چیزی با لباس روان کنیم. گفت که ببخش از طریقی ما نمیشود، چون ممکن گفت دستی مردم نرسد. یعنی گارانتی نیست. گارانتی این یعنی باوری نیست. اگر ما چیزی روان کنیم شاید با مردم ندهن. با همین خاطر گفتنی هستم که 100% باوری نیست. یعنی از این طریق یکم کمک روان شود و در دست شما برسد. بهتر از خودتون از جایتون بلند شوید، امروز بخیزید یک 20 نفر جوانای جمع کنید و یک 4 تا همین چی میگن تخمای یگان مثلا بومیه باشد، با چه یگان کچالو باشد، چیزای بگیرید و هم متون جمع کنید، جوانا بروید کوه، در همون کوه یک شهر بسازید. دیگه علاج نیست شهر نشستن، خیلی پول در کار میشود. بروید کوه به زندگانی کنید، مثلا یگان پروداکت یعنی خوراکی رو برارید، یک 2 تا مرغ که خودتون ببرید اونجا زیاد کنید، زندگی شروع کنید. در کار نیست. من میفهمم شهر زندگیش چیز، ما شهری هستیم، ما همی تو مرکزی مردم هستیم، این میفهمیم که چقدر مصرف در کار است. همون دهاتی بودن یا در کوه زندگانی کردن با 100% بهتر است.
کدوم غذای از خودت میباشد، از زمینت میگیری، یک زندگی خوش میگذرد. مجبورم نمیشوی بچه تا بفروشی. اصلا که بچه فروختن درست نیست، که نامردی است. مجبور نمیشی به این کار. هم بچه‌هاتون هم بگیرید برید که زندگانی کنید. گل و گلزار است، خوشرویی هست، خوبی هست، مول چیزاتون رو بگیرید بروید که. همین چند مدت که تو آرام نشده نشه. در کشورهای ما هم که وقتی جنگ شده است، کل باباهای و بیبیهای ما به کوه گریزاندن که در کوه زندگانی کنند، در دهاتا گریزاندن. اونجا که زندگانی خوب و آرام است، پس برگشتن به شهر. این برای شما گفتنی هم است. پیام های شما خیلی زیاد است، کم کم جوابش از همین طریق نوارم دادم.